قطعات مختلف الکترونیکی چه کار انجام میدن و چطور میشه اونها رو تستشون بگیریم. با ادامه ویدیو دوستان با من همراه بشین. داخل قسمت‌های قبلی اومدیم این سه قطعه رو بهتون معرفی کردیم و روش تستش هم بهتون گفتیم که حالا لینک ویدیوشو بالا این ویدیو و داخل توضیحات ویدیو میذارم که بتونید از اونها هم استفاده کنین. تو این قسمت میخوام بریم سراغ رله و پل دیودی. پل دیودی داخل مدار وظیفه‌اش یکسوسازی جریانه، فقط شکلاش فرق میکنه. پل دیود شونه‌ای داریم، پل دیود SMD و پل دیودی که از کنار هم قرار گرفتن چند تا دیود 1N4007 یا دیودهای یکسوساز تشکیل شده که بسته به مدار پل دیودیتون قیافش فرق میکنه. روش‌های تستش به این صورته که ما برای این پل دیودی میایم و مولتیمتر رو میذاریم رو حالت تست پازل یا بوق و دو تا سر پراپ مولتیمتر رو به دیودامون وصل میکنیم. توی این حالت بعد دیود از یک طرف ما عدد نشون بده و از طرف دیگه با جابجایی پراپ ها نباید ما عددی رو روی مولتیمترمون داشته باشیم. اگر از دو طرف با جابجایی پراپ عدد داشتیم یه لحظه به دیودمون شک میکنیم و میام یه دونه از پایه‌هاشو از برد آزاد میکنیم و دوباره این تست رو انجام میدیم. میبینه که این دیود از یه طرف ما الان عدد نشون میده و از طرف دیگه با جابجایی پراپ ها عددی رو نشون نمیده. پس این دیود هم سالمه. حالا چه زمانی این دیودها خراب میشن؟ دیودها زمانی که خراب میشن اتصال کوتاه میکنن، یعنی دو تا پایه رو که پراپا رو بهش بس کنیم بوق میزنن از دو طرف. دیودها از طرف ما عدد نشون میدن یا عددی که میخواد دیود از طرف ما نشون بده از رنج 400 تا 600 که توی دیودهای یکسوساز 1N4007 هستش بیشتر یا کمتره. توی این حالت ها کلا دیودمون خرابه و بعد تعویض بشه. حالا میریم سراغ پل دیود شونه‌ای. پل دیود شونه‌ای روش که نگاه کنی یه علامت مثبت، یه علامت منفی و یه نوشته AC رو میبینید. اگر این نوشته ها نبودن این تیکه که پخت داره میشه پایه مثبت و این تیکه که یک دسته میشه پایه منفی. برای تستش هم کافیه که ما بیام اینجا پراپ مشکی مولتیمتر رو برداریم بزنیم به پایه مثبتش و پراپ قرمز رو بین پایه ها جابجا کنیم. این دوتا پایه وسط و یه عدد بین 500 خورده تا 750 رو به ما نشون بدن و پای آخر هم بعد عدد 1 تا 1.5 به ما نشون بده. حالت دومش اینه که همین پراپ مشکی رو برمی‌داریم می‌ذاریم روی پایه آخری یعنی منفی و دوباره این پایه‌ها رو با پراپ قرمز تستشون میگیریم. توی این حالت نباید ما بوق داخل مولتیمتر داشته باشیم و نباید عددی رو داخل مولتیمترمون داشته باشیم. اگر این دیود از این دو حالت خارج بودش یعنی دیود مشکل داره و بعد تعویض بشه. حالا میریم سراغ پل دیود بعدی یعنی پل دیود کوچیک و جمع جور SMD. روی پل دیود SMD یه پایه مثبت و منفی داریم و دو تا پایه متناوب. برای تستش هم مولتیمتر رو حالت بوق که هستش پراپ مشکی رو میزنیم به پایه که علامت مثبت داره و پراپ قرمز رو بین دو تا پایه‌های متناوب جابجاش میکنیم. یه عدد 500 خورده رو بعد به ما نشون بده. حالا پراپ قرمز رنگ رو میزنیم به پایه‌ای که روش منفی نوشته و پراپ مشکی رو بین دو تا پایه متناوب جابجا میکنیم. دوباره همین عدد رو باید به ما نشون بده. حالت سوم و چهارمش هم اینه که یک بار پراپ قرمز رو میزنیم روی پایه مثبت و مشکی رو بین دو تا پایه ها جابجا میکنیم. اینجا باید عددی رو نداشته باشیم و بوق هم نداشته باشیم. حالت بعدی پراپ مشکی رو میزنیم به پایه‌ای که منفی داره و پراپ رو بین این دو تا پایه جابجا میکنیم. اینجا هم باید مثل حالت قبلی نه عدد داشته باشیم و نه بوق که نشون میده پل دیودیمون سالمه. حالا میریم سراغ تست قطعه بعدی یعنی رله. رله قطعه‌ای که داخل مدار به صورت یک کلید لحظه‌ای عمل میکنه و یه لحظه با تیکی که صدا میده یه قسمت از مدار رو وصل میکنه و بعد از اون هم میتونه مدار رو قطعش کنه. خب حالا چطوری این رله‌مون کار میکنه؟ رله که نگاه کنیم روش چند تا پایه داره، 4 تا 5 تا 6 تا 8 تا و بیشتر که بسته به مدار تعداد پایه‌هاش فرق میکنه. برای اینکه ما بیام رله رو تستش بگیریم اول از همه بعد پایه های اتصال بوبین یا برق وردیش رو پیدا کنیم و پایه های نورمال اوپن و نورمال کلوز رو پایه مشترکش. برای این کار مولتیمتر که روی تست بوق هستش میایم و پراپاش رو به پایه های بوبینمون وصل میکنیم. دو تا پایه‌ای که به ما یه مقدار مقاومتی نشون بدن میشن پایه های بوبین رله یا همون ورودی برقمون که اینجا میبینید این دو تا پایه به ما یه مقدار اوهمی رو نشون میدن. حالا میمونه یه دونه پایه مشترک و دو تا پایه دیگه یعنی پایه نورمال اوپن و نورمال کلوزمون. حالا منظور از پایه نورمال کلوز و اوپن چیه؟ پایه نورمال کلوز یعنی تو حالت معمولی این پایه
وصله و مدارش به صورت اتصال هستش. وقتی که برق به رله وارد بشه این نورمال کلوز باز میشه و این پایه که نورمال اوپن بوده یا باز بشه و اتصال نداشته این پایه توی مدار قرار میگیره. میبینید که این پایهش بوغی نمیزنه اما این پایه با زدن پراپ بهش بوغو میزنه. خب حالا چطور میتونیم این رلمون رو با ولتاژ تستش بگیریم؟ روی رله که نگاه کنیم ولتاژ کاری و مقدار آمپرش نوشته. این رله من 12 ولت دی سیه. من به تغذیه 12 ولت هم بهش وصل میکنم و اینجا میبینید که رله یه حالت تیکی رو صدا میده، یعنی این پایه‌ای که اینجا بسته بوده و اتصال داشته آزاد میشه، این پایه دیگه میاد اتصال رو برقرار میکنه که حالا تو این حالت که پراپ رو وصل کنم و مولتیمتر رو پایه‌هاش رو به این دوتا پایه وصل کنم نباید اینجا ما تست بوغی رو داشته باشیم. این که اینجا ما بوغی رو نداریم، اما اگر پراپ رو بزنم روی این پایه و بزنم به این پایه ما بوغ رو داریم، اما با جدا کردن منبع برق دوباره ما اینجا بوغی رو نداریم، اما این پایه که اول بوغ داشته دوباره بوغدار میشه. دوستان عزیزم اینم از ویدیوی آموزشیمون بود. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. مثل همیشه اگه این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم که ویدیو رو لایکش کنید، نظر زیباتون توی قسمت کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال خودتونم کافیه که اون دکمه سابسکرایب یا دنبال کردن رو بزنید که کانالتون بزرگتر بشه و برای دیدن ویدیو توی هفته و روز آتی هم کافیه که رو دکمه زنگوله بزنید که اعلاناتش براتون بیاد و از اونها بتونین استفاده کنید.